آفتاب سوزان تمام صورتم سوخته. فرزندم پیش از این که تو به دنیا بیایی من در گذشته زندگی کردم، جز بدبختی و بیچارگی دیگر چیزی را ندیدم. بیا فرزندم به راه خود ادامه دهی. بیا فرزند دلبندم. به چی می نگری؟ با شما هستم. به چی می نگری؟ با شما هستم. به چی می نگری؟ آسمان بلند است و زمین سر. فرزندان قدونی اینقدر کن. از خدا طلب مرگ میکنم. درست است جنگ دستم میکنم، اما فکرم سالم است. من میتوانم. من ناتوان نیستم. بله، من ناتوان نیستم. من ناتوان نیستم. فرزندم بیا که به راه خود ادامه دهی. پدر تشنه، پدر مانده. چاره چیز فرزندم؟ باید به گذشته بروی. فندق نداری؟ فندق مردم پیش نگردایی خیره. از فندق خود استفاده میکنم. مدار جنس چینی نونه روشن نمیشه. فرزندم تعریفی دادم بانی اون فقط برد میخواه. پدر کمکش کنی. پدر فرزندم کمکش کن. کمکش کن. لعنت بر جنگ که جوانهای ما را به چنین روزی رساندن. افسوس. لعنت به این اشغالگرا که کشور ما را به چی روز رساندن. جوانهای ما را از ما گرفتن. دیگر در آغوش خانواده جایی ندارد. پیدا به مانی سیاه خیلی پرتن کردی. برو کن. پدر بگو فرزندم. راهی که میگفتی این بود. راه شادابی آدم آبادی این بود. همه جوانهای ماندگاه توانه را نداشت که رو پای خود بیستند. این همه از تاثیر این جنگ لعنتی از دست این اشغالگرا است فرزندم. بیا که به راه خود ادامه ده. بیا فرزندم. آخه پدر، آخه این راه با اون راه چه فرقی دارد؟ این راه تا دشتش خشکیده تر است، آفتابش سوزانتر است. از آبادی و شادابی هیچ خبری نیست. فرزندم پیش از این که سایه شب طولانی شود و تومه گرگان شویم فرزندم
یا که برای خود ادامه بدهیم فرزند دلبندم. فرزندم ببینید که این کفار به سر جوانهای ما چه کار کردند. اما را با نشگی و مست بودن غرق کردند تا منابع زیرزمینی این کشور ما را ببرند و جوانهای ما را نیست و نابود کنند. فرزندم پدر مانده، پدر تشنه. خدایا این چه روزیست؟ این چه روز بر سر ما می‌آید؟ ای خدا جنگو بدبختی تا به کی؟ چی شده است؟ پدر جان چی شده است؟ دنبال امیدم میگردم. امیدم را گم کردم. شاید امیدش الان زیر خاک باشد. کدام امید؟ هزارها امید مردم به زیر این خاک نهفته است. هزاران آرزوی مردم به زیر این خاک. راست میگویی. از کدام امید و آرزو میگویی؟ از پسرم میگویم. پسرت دوست داشتم کلان بشود، درس بخواند، روزی دکتر بشود و به خدمت این مردم باشد، اما نمیدانم آقا کجا. شما او را ندیدی؟ نه ندیدم. کدام امید، کدام آرزو؟ امید و آرزوی ما را این خارجی ها همه به خاک به گور کردن. لعنت به این جنگ. تمام امیدهای و آرزوهای ما را به خاک گور کردن. لعنت بر شما که نگذاشتید کشور ما آسایش آرامش. پدر جان لطفا یک بارم که شده به گپ من گوش بدهید. برای که من میگویم برای پدر لطفا پدر یک بار برای که من میگویم برای پدر لطفا. کدام را فرزندم، کدام را؟ رای آینده، رایی که سالهاست انتظار ما میکشم، سالهاست که منتظر ماست. رای امیدها، رای آرزوها، رایی که تمام ملت ما زیر یک سقف مثل یک خانواده زندگی میکنند. جوانای ما درس میخواند، ورزشکارای ما ورزش میکنند، دیقانین ما به خاطر آبادی کشور، به خاطر رونق اقتصاد ما شب و روز رق میرسد. پدر بله باشه آینده میگم. باشه فرزندم، من برای که تو میگویی میروم. Sen canımsan, sen tanımsan, babam yurtum maskanımsan, anam tukan vatanımsan, Afganistan, Afganistan, vatan seni tukay kanım, çıksın işkin bilen canım, ana canım mehrebanım, Afganistan, Afganistan. Dağlarını boşu kordur, bahar gelsen ona zordur, her birini lalı bordur, Afganistan, Afganistan. نام خدا کم نکنی جمعیت.
خیالم که ورزش میکنن، به خیالم که دکتر صاحبایم. به به، خدا نگیره معلم صاحبه، شاعرام نام خدا وزی وطن، دیگونام. به 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 به. آی دلم بم لندن و مسکو نمیشم، دلارام ای با پریس و سوئد یک جو نمیشه. ای جانم تمام ملکای دنیا بگرده، الله نما شما ایفا یا بم نمیشه. های نازنینم خدا قسمت کنه که تور ببینم. فریاب جان نام تور بالا ببینم، تو را زیباتر از دنیا ببینم. آی به هر گوشه بشانم به نهاله، تو را سبزتر و زیبا ببینم. ای داد و بیداد خدا از ما گریفت با دیگر داد. آینده که میگفتم این است. ببین دکتر صاحبای ما، دیقانان عزیز ما که شب روز عرق میرزن. من چوکیدارم، من دیوونی و چوکیدارم. ببین بیل دستم شاعر عزیز ما که شب روز شعر میسراید، ورزشکار ما برای افتخار این کشور شب روز زحمت میکشد. این است آینده که من گفتم پدر. خدایا بار باز تو را سپاس میگویم که زنده هستم، چنین جوانایی را میبینم، ورزشکارای خود را، شاعرای خود را، دکترها و دیگران. من نمون دکتر بچار بیتی خونم. اگر تو چوکیدارم، اگر هستی بازم از این کشور و وطن دفاع میکنی و هوشیاری میکنی. شما فرق نمیکند چوکیدار و دیگران، شما برادر ما هستی. بار بار خدایا تو را سپاس میگویم که چنین شرایطی آمد که ما و شما از اشغال نجات پیدا کردیم، در کنار برادرهای خود هستیم. من گفته بودم پدر که روز صلح میآید و همه زیر یک سقف برای آبادی کشور شب روز زحمت میکشیم. بفرما پدر. پس که کار کنیم همه دست جمعی خودی از این جمعیت بگیم زنده باد افغانستان. میگم زنده باد افغانستان. دست نگاه دارید. این رقم نمی شود که ما و شما بگیم زنده باد افغانستان از هر گوشه و کنار صدای بالا بیاد. باید دست به دست هم بدهیم. بیایید دست به دست هم بدهیم برای آبادی کشور. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان، خانه مشترک ما. مردم اگر حالا من بمیرم هیچ آرزویی ندارم. آرزوی من این بود که جوانای ما، پیرمردای ما، دیغانان ما به کنار هم باشند، از سرزمین خود دفاع کنند. زنده باد افغانستان. زنده باد. یک تشویق دیگه. تشویق کنه چرا؟ به خاطر آرامی افغانستان. اللهم صل علی محمد. من باید سپاسگزاری کنم از مقام محترم ولایت هرات، ریاست محترم اطلاعات فرهنگ ولایت هرات، جناب والی ولایت فاریاب، جناب قماندان امنیه ولایت فاریاب استخبارات، رئیس به اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب که خیلی برای ما زحمت کشیدن،
به دوستایی که فاریاب از ما میمون نوازی کردن، جناب عزیز عالم شاجان و سایر دوستا و همچنین ولسواس و گوزیوان. دوستای عزیز، این نمایشی که شما دیدین درد مشترک بود. خدا رو شکر که حداقل ما از ولایت ایران میتونیم به فاریاب بیاییم، از فاریاب میتونیم به جیجان بریم، ولی زمانی بود که همین شرایط نبود. خدا رو شکر هنرمندا از سوی امارت اسلامی انشالله بخیر برنامه‌ای داره که بخیر تشویق بشن و دیگه به فرهنگ قطع، تو فرهنگی که سریالای بیرونی به رسانه‌ها پخش میشه، به جای از هنرمندا تشویق بشن. به جای داره که از هنرمندای عزیز ولایت فاریاب که نام خدا رو نام بالاخره خوب تو رسیدم سپاسگزاری کنم.